کشیده است. با این طعنه تو، با این وسواس تو وای بای نمی شود. گفتی حضرت سعدی آن کس که توانگرت نمی گرداند اون مصلحتی تو از تو بهتر داند. او ذاتی که این توانگر نمی گرداند او هزارها بار از تو مصلحتش بهتر می داند. این خداوند دولت و کمبغلی همه در دست همون ذات است. وقتی میگوید این مرد که طعنه میکند فیرکب و مراکب سو، این مرد دیگر چی میشود؟ از دست این گونه زنی بدبخت، از دست این گونه زنی ناسپاس، از دست این گونه زنی از خدا دور مجبور میشود که بعد در مرکب گناه سوار میشود. بعد برای این گونه خانه را ساختن، برای این گونه لباس ها را خریدن، برای این گونه معرکه هایی که گویم 2 روز و 3 روز میگذرانند این گونه ها را برپا کردن، این مرد مجبور می شود که دستی به گناه زند. بعد نگاه میکند کنه امینا از کجا یافتند. هی میبیند بعضی هاش از فروختن گیرین صاحب این قدر خانه و در شدند، بعضی هاش گویم خیانتی در دولت میکنن، از مال دولت هم میدزدند، بعضی هاش گویم که باز یگان راهی دیگر فریب و یا راهی مردم کشی و راهی دزدی دارند. لیکن بسیار این تحقیر نیست در حق اونها. بسیاری اونها هست که از راههای حلال مثال صاحب خانه شدن، صاحب فرزند شدن، صاحب ماشین شدن. ما با اونها کاری ندارم، لیکن اکثریت هست امروز. بعدا اینم چنگ میزند، در همین راه میرود. فیرکب و مراکب سو فیهلک. حبیب خدا گفت بعدا چیکار میکند؟ در این راه که رفت وای هلاک شده ای به حساب میخورد. بعد یکی میبینیم خبرش میآید که مثال میدانی که شوهر تا در دوشنبه دستگیر کردن، میدانی شوهر تا در روسیه دستگیر کردن، میدانی که راه در رفت که باز چند دوستای دیگر طلا و تاراج کردن شوهر تا قتل کرد. یعنی در راه نادرست این شوهر از حساب طعنه زن رفت هلاک شد. باید که با قدر زنها گویم چی مردها رسند و چی زنها هم باید که مردها را احترام کنند. نه بس وای دولتدار است، وای کمبغل است، وای مالدار ندارد، یعنی این اعتبار نکنند.